اینجا 1.5. من امید، همراهم محمد رضا سلام و عماد. سلام. این قسمت چندم ماست؟ 13 نحس. قسمت خوب 13 ماست. یادم رفت گوگل کنم داستان خوب بودن عدد 13 رو. 13 چیزی میخوای برامون بگی؟ یادم نمیاد. بذار 14 بگو. آره تو اعتقاد داری که 13 نحسه واقعا؟ همین اصلا همون روز این نحسش من اصلا واقعا یه سری خونه‌ای هستن که طبقه 13 ندارن بابا. هم اصلا 13 که خوبه. 4 24 14 34 خیلی عدد 4 هم عدد 4 به زبان چینیمون مشکل دارن باش. اون خیلی باحاله. اگه اشتباه نکنم به خاطر اینکه 4 به چینی کلمه‌اش خیلی شبیه کلمه مرگ به چینیه و با خاطر همین عدد نحسی میدونن. این دیگه خیلی مسخره است، یعنی به عددش مثلا که ما لاجیک خوبی برای عدد 13 داریم. خیلی لاجیک داره. خیلی اولین عدد دومین عدد اوله، یعنی بعد من فقط بگم که این بچه رشتهش پزشکیه. آره یعنی که بعد از سومینه. دومیش چیه؟ 7 11 13 11 هم اون وقت دیگه یک و دو سه چیزن. نه مثلا چیز میکنن دیگه، مثلا نه چرا اونا هم هست به جز اونا رو بخوای حساب کنی. من یه چرتی گفتم اگه همه عددا رو ایگنور بکنیم 13 میشه. از قسمت بگذاریم. آقا چه خبر؟ خودتون خوب هستید؟ شما خودت بگو. خوبی؟ همیشه خوبه. میبینی که با این منطقی که الان صحبت کردم واقعا ظاهرا حالم خوب نیست. نه ولی علم پزشکیت حتما خوبه. آره خدا رو شکر خوبیم. یه خبر خاصی در زندگیم در این هفته رخ نداد. واقعا باور ندارم. آقا حالا همون خبری که به شما میگم که نباید بیام اینجا بگم. شما بودی هفته پیش اومدی به من گفتی شفاف سازی، من همه چیزا میخوام بگم برای چیزی سانسور کنی. شفافی؟ آره من اون برات نمیبینم. این هفته یه عضو جدید داریم توی جیم. به به. آره نوید شروع کرده جیم اومدن با ما صبح و خیلی با ما کاری نداره. خدا رو شکر. میاد یه سلام میده میره، بعد آخرام فقط میاد یه خداحافظی میده دوباره میره. یعنی خیلی مثلا با ما بیاد ورزش کنه یه 4 کلمه صحبت هیچی. منو تویی میشین صحبت میکنین، ملت اینا چیم صحبت نمیکنن. آخه نویدم من ناکو ما اتفاقا سنگین‌تر نوید کار میکنه احساس میکنم. الان میاد گوش میده غلط کرد. چه صافت برام. من همین اینو مستقیما پستش میفرستم برای نوید. میاد سلام میده میره، بعد آخرش میاد میگه من رفتم خدا. من هم دیرم میاد جیم شما دیگه. من هم میرم اونجا نیم ساعت منتظر شما هم توی جیم. ببین خوبه من تو اون گروپ چت همگی هستم. من حالا جیم با شما نمیام ولی میبینم مسیجا رو دیگه. این فلان شده هر روز من بشم. خودش زده من کلاس دارم 6:30 باید اونجا باشه. 6:15 گفتم میشه 6:30 باشه. آره ولی باید سریع. ما رفتیم غلط کردم. 7:30 دیگه 7:30 منو نوید بهش 5 زنگ میگفتیم داداش فقط بلند شو برای دانشگاه. اصلا جیم که ما نگران کلاس خوب. ما نگران کلاسیم دیگه. اصلا screw the gym. من آخه دقیقاً همون 7:30 پا شدم دوزه خواب. و بگو چه شکلی هم بیدار شدی. آره ببین به صبح پیام دادم وایس خیلی بدم موقع بهت دادم صدای قابل به فلان. هیچی صبح چرا خواب بیدار شدم خوابیدم این داره فوشکشم میکنه. یعنی پاشدم معارضه گفت مردی که فلان پاشو جیم تو بیا دیگه این چه وضعشه. بعد هر روز ما رو خواب دیدم بعد صحبت. آره بعد میگفت هر روز ما رو اسکول کردی خودت نمیگه قشنگش اینا رو میگفت. یعنی هیولای وجدان عزیزم اینترنال شده، اینترنالایز شده هست شما. نه ولی بیا کابوس میره. بیا گفت اینقدر من دیگه ترسناک نیستم حالا که خواب دیدی. معرض جان شما چطور؟ ما هم همین دیگه جیم رو یه ذره آن تایم میری مشغولیم. آره این هفته 3 روز پشت سرم رفتم و سنگینم رفتم چون هفته قبلم رفته بودم. این هفته سنگین رفتم و قشنگ دیگه داغونم. یعنی دیگه فردا رو خدا شکر آفم ولی جمعه دوباره روز 4 داریم. ولی جمعه سونا. آره جمعه روز سونا خیلی خوبه ولی بله no comment. so far so good. کار خیلی بیزیه همچنان. we're pushing. حالا خدا میدونه که به کجا برسیم پوشمون. شما you are pushing or the work is pushing you. everything is pushing. ما داریم میجریم. یعنی اصلا پوش تو پوشه. آره ما یه نفر داره از ور
پوش میکنه اون نفرم دزار پوش ما این وسطیم. اینجا موقع بعد شیفتی این ریورس. ولی اون خوبه. اوورال هم همش خوبه، بد نیست. مشغولیت‌های دیگه عادیه دیگه. خوبه. we are living life چی میگن day at a time. آره اپروچ خوبی نیست ولی موافقم. شما خودت خوبی؟ من قانونشا مرسی، منم خوبم. زندگی من بس مراده. بله روال عادی. تیشرت قشنگی پوشیدی کار شما مردم نمیبینه آخه یه کامنت های میدی تو رادیو. خب بذار خب اینو میگم که توضیح بده بگم. جاتون خالی من با امید 2 هفته پیش ویکند رفتیم یه کارشو بودش و برادران تراتل هاوس، اگه بچه‌ای که عشق ماشین رو هستید و یوتیوب دنبال میکنید، تراتل هاوس یه چنل کار ریویوه که خیلی دوتا جوون کانادایی هستن واقعا خیلی باحالن. اونا اونجا تو ایونت اومده بودن. آره جیمز و توماس و اونا اونجا اومده بودن. من رفتمشون عکس گرفتیم. امید تیشرتشون هم مرچشون رو خرید و آره خیلی باحالن. سوال رندوم، شما مرچ چیزی میخرین؟ آره من چه مرچی از کی خریدی؟ والا من تنها مرچ چیزایی که اصلا داره واقعا قشنگ باشه یا نه، یعنی اگه از رو واقعا زیبایی اینا میخری. آره به جز نیمانی دیگه چی میخری؟ نیمانی مرچ برند میگم. ولی موافقم این که فقط مرچ قشنگ میخرم. آره یعنی یادم الان واقعا آن تاپ اف مای مایند واقعا ندارم. چیز not helping my case. آقا این در من اینجا پابلیک کنم میدونم مرچ 1.5 نزنیم. درش لیسنرای ما هنو 2 رقمی نشده. آقا 2 رقمی شده. چرا 2 رقمی هست؟ 3 رقمی نشده. 2 رقمی هست. 3 رقمی یعنی 2 رقمی خوشگل هست. مگه آدم مرچو برای بقیه میسازه؟ مرچ آدم برای خودش. برای خودمون یه لوگو لباس فرم منظورش. نه ولی واقعا لباس فرم. نه ولی واقعا چیزه. یعنی اگه خوب خوشگل باشه میگیری. اگه خوشگل اگه زشت باشه نمیخرم و اگه مسخره گرون باشم نمیخرم. یعنی مثلا اگه یه تیشرت باشه $80 واقعا نمیخرم. مگه اینکه میگم مثلا یه مرچ که دوست دارم اگه بیاد بیرون بخرم مرچ سن لوانته. بله خیلی دوست دارم اگه مرچ بده بیرون بخرم. کنسرتش واقعا نزدیکه. آره کنسرتش این دسامبر. من میگم یه مرچ اگه اون عکس اون خانومه رو روش زده باشه این 100% میخره. آره هیچی دیگه توضیح نمیدم. نه what are you talking about؟ باش میگذاریم کنسرت خوش بگذره. ناخونه چرنگی بعد ارزم خدمت ناخونه چرنگیه پیچ صورتیه دیگه. من هنوز نفهمیدم. بریم من نفهمیدم چه میگه خدایی. منم نمیدونم چه میگه. سنت لوان آهنگاش. اوه نیلز بابا اسم آهنگ نیلز دیگه. آقا نفهمیدم. اینو نه الان فهمیدم. آره هموناییه که میگن که آره من نمیشناسم ندیدمش تا حالا میخوای بگو شنونده‌مون بدونن چی داریم میگیم. داشتیم آهنگا رو میذاشیم. آهنگ نیلز گذاشتیم. گفتم میدونی آهنگ چرا خیلی بازدید خورد. گفتم مثلا این گفتی چرا بازدید آره گفتم یه چه کارجی داشتی واقعا. آره گفتم این پورنستار خیلی معروفه و مثلا چیز بعید داستان داره این حالا پورنستاره خانم ادامه نده. میخوای نگو اسمشون میخواد بگذریم. میخوای بریم اسمش که چیز نیست جور نیستش. نه اسمشون نمیخواد بگم ولی پاستوریزه است. من یه بار سال 12 بودم. معلم من فرستاد کلاس 11 کمک بچه‌ها کنم برای انشا نوشتن. وارد کلاس شدم. I love where the story is going. Oh yeah, this is amazing. بعد مسئول کلاس یه آقای ایرانی بود که خیلی سوبر بود. این بنده خدا واقعا موقع داشت دومین پیشی شاید یافتی میگرفت. ببین دیگه چقدر یارو چیز بود و واقعا به معنای واقعی کلمه سوبر بود. و این بدبخت و این گوشت قربونی انداخته بودن وسط این مش بچه تینیجری که اهل همه چیان. یعنی شیر پاکتی اصلا افتضاح. بعد یکی از این بچه‌ها من رفتم واسش که کمکش کنم. گفتش که تاپیک چی بود؟ یه انشا بنویسید در مورد هیروتون و بگین که چرا. وای are you kidding me? are you kidding me? سر این آقا نوشته بود که اسم اون پورنستار نوشته بود. خب هیروشون و نوشته و داشت توضیحشو مینوشت که چرا هیروشون هستن. بله و بعد چون don't judge a book by its cover. نه اصلا داستان actually حالا واقعا من من نظر اتفاقا پوزیشنای مثلا در مورد مثلا مسائل فلسطینی نمیدونم هم کمک خیلی زیادی که به هم پوزیشنای خیلی خوبی گرفت. واقعا خانم خلیفه خیلی حال میکنه با اسمش هی میگه. خب نه واقعا حس میکنم یه جای انقدر چیز گفتیم بعد من گفتم داداش اینو این که نمیفهمه. گفتم اگه تو داری چی می‌نویسی؟ گفت من دارم می‌نویسم که یه دونه
اکتیویست عربه که از زن مثلا چیز از مثلا بک‌گراند چیز technically he was right ولی خب I knew what this guy like he was a 15-year-old a horny boy so I knew where he was going. بعد گفتش که آره اینطوریه. بعد من گفتم آقا عوض کن اینو. گفت باشه می‌نویسم چیز مثلا اسپایدرمن سوپرمن فلان اینا. بعد گفت ولی قبلش اینو صحبت کرده بود به دست بلند کرده بود به این بنده خدا معلم گفته بود که آقا من می‌خوام در مورد شخصیت اینطوری اولش گفته بودم می‌خوام در مورد کی بنویسم مثلا این شخصیت عربه مثلا فلان. بعد آخرش که رفت خوند خب دید سوپرمن آقای معلم گیره گفت چرا شخصیتی انتخاب نکردی که اتفاقا با روتس خودت مثلا همزمان و هم چیز باشه اتفاقا یه زن اکتیویست انتخاب می‌کردی مینوشتی که مثلا اتفاقا خیلی مورد اول خود اسمشون چی بود داشت دیتیل گفت اسمش چی بود میگفتی مثلا این زن اکتیویستی که از روی گفتش که دیگه آره این به من گفتش که مثلا عوض کنه به من شکل که گفت چرا الان این خب این مثلا سوپرمن که مثلا هیچ روت واقعیتی نداره برای این مثلا کشورهای غربی هم مثلا برای این نیست این که گفتم نه نکنین trust me this one like I've made the right call I can't explain why ولی trust me this is a better choice. مثلا اینکه من می‌دونستم این می‌خواست اون رو خر کنه یعنی من مطمئن بودم این آدم اسمو میگفت این اکتیویست این بدبخت شب میرفت خونه یا یه چیزی یه جایی اسمو اشتباه استفاده می‌کرد. معلم صابر نبود. آقا من واقعا داشتم اونم پروتکت می‌کردم. این یارو خیلی اصلا یه اسمی میشنوی یه صابر بودنش بنده خدای در حدی بود که it was unbelievable. حالا خلاصه که مرچ بخریم از سنت لوان تو آهنگ نیز رسیدیم به ولی anyway آره خلاصه که مرچ بخریم مرچ سنت لوان بیاد دوست دارم بخرم مثلا نمیدونم تو کنسرتش داره یا نه ولی I would love to buy it. من مرچ رو کلا به عنوان چیز میبینم به عنوان ساپورت کلی از کار یک کسی که دوست داری حالا زیاد قیمت و ایناشو به عنوان کیفیت کالا اینا این با اماد که رفتونی هی به این بولیز دست میزنم این جنسش آره نه جنسش هم چیز آقا قشنگیش هم برای مهمه. خب بهترینش اونی که از بین همشونی که بیشتر به نظرم خوشگل‌ترن میگیرم ولی اگه نیت اولم کمک است. اگه نیت اول لوگوی خالشون بود تو میگرفتی واقعا یکم اگه آپشن دیگه ای نداشت آره احتمالاً. اوکی بعد تو من تازه شده مرچ خریدم از یه جایی که هیچ وقتم نگرفتمش مثل پیتریان من میبینمش حالا آدم میره پیتریان سابسکریپشن چیز میخری این تازه یه چیزم داری استفاده هم میکنی. من کلا یک دو هفته واسه من هفته چی میگن این میکسد فیلینگزی بود دیگه اون هفته اونا رو دیدیم یه حس کردم که بچهای تاپ گیر آدمای جدیدی داره بهشون اضافه میشه از این برام این هفته گرند تور تمام شد و خب دیگه هیچکی نمیفهمه داریم چی میگی. بریم سر اصل مطلب بریم سر اصل مطلب. خب آقا امروز من خواستم خیلی ایده های مختلفی تو ذهنم داشت میرفت این ور و اون ور و اینا نمی‌دونستم چه موضوعی انتخاب کنم بیارم به خاطر اینکه هر کدوم موضوعی رو که به خودم میگفتن خب دیگه برم در مورد این موضوع یه متنی بنویسم آماده کنم یا میدیدم نه ولی این یه دونه underlying reason دیگه داره که اول بعد اونو توضیح بدی بعد برسی به اینجا آره هی طبقه رفتم بالا آخرش به یه طبقه رسیدم که احساس میکنم دیگه اینقدر جنرالایز هستش که بتونیم حداقل از اینجا شروع کنیم. اسم طبقتون چیه؟ موضوع فرندشیپه و احساس میکنم خیلی حرفای مختلفی دارم بعد توشم حالا یه سری جا میگم که بعدن در مورد این موضوع خودش واقعا یه اپیزود میشه صحبت کرد ولی میخوام خیلی برگردیم به فاندامنتال فرندشیپ که اصلا خود فرندشیپ چیه نوعای مختلف فرندشیپی که وجود داره چیه و اصلا دلیلی که فرندشیپ مهمه و چرا به نظرم باید اصلا در موردش صحبت بکنیم چیه و این حرفا. Who do you consider as a friend؟ اون لحظه‌ای که یه کسی از یه آدمی که همینطوری تبدیل میشه به فرند چیه؟ اتفاقا جالب من امروز همین دیسکشن رو با یه نفر داشتم. برای من شخص من برای خیلی شاید اینجوری باشه که مثلا فقط کسی که با هست که باشه خوش بگذره اینا من اسم میکنم yes that's the minimum requirement that I want to have with my friend که باش فان بگذره زمان but more importantly دوست دارم ببینم که یه آدمی که داره یک اینفلوئنس مثبت رو زندگی میذاره
یا اینفلوئنس داره رو زندگی میذاره. یعنی کسی که من با این میگشتم اماد قبل اون با اماد بعد اون is different. من اونو فرند حساب میکنم. چه جالب. مامرزا تو چی؟ احساس کنم خیلی کامپوننت های مختلفی داره. یعنی دوست ندارم همینطور مثلا بگم این اون، ولی اوورالش شاید چیزی که تو گفتی حالا در کنار اون مثلا این باشه که اون فرد تو رو آدم بهتری میکنه. حالا تو رو آدم بهتری میکنه معنای مختلفی داره. مثلا تو وقتی که ساپورت بشی، ساپورت ایموشنالی داشته باشی، آدم بهتری میشی. تو وقتی که یکی باشه که بی اس تو بهت بگی آدم زر میزنی، داری دروغ میگی، داری دریوری میگی، کال اوتت کنه وقتی که نیاز بشه، فقط بات هی نه همه چی تو بگن آفرین گوگلی نه این باشه، یا اشتباهاتو بهت بگه روک. خب این تو رو آدم بهتری میکنه. آره یعنی خیلی ترم جنرالیه خیلی. ولی این که بگی تو رو آدم بهتری بکنه، تو رو به سمت بهتری ببره. اما یه چیز دیگه هم که من از برام مهمه کامن ولیو داشتن است. یعنی اینکه من وجه مشترک داشته باشم با اون فرد. اون مینیمم ریکوایرمنت. آره و اونا مهمه. یعنی we can disagree on whether pineapple belongs on pizza ولی we cannot disagree whether what's happening in Gaza is genocide. فهم چی میگم؟ یعنی those are مثلا میفهمم. من نمیتونم یه دوست داشته باشم که مثلا به هم بگه که there's like داستان شارلتسویل بود که مثلا اومده بودن بیرون ضد یهودی یا بعد ترامپ گفته بود که there were good people on both sides. Like I can't نمیدونم برای من اینطوری که من شاید یه نفر براش there are not good people on both sides. نه دیگه یه آدمایی اومدن تو شارلتسویل سناریوش چیز کردن تو شارلتسویل نمیدونم من تو شارلتسویل یه گروهی اومد بیرون که ضد چیز بودن، خیلی وایت سوپرماسیست بودن، ضد یهودیا. بعد بر علیهش یه سری تظاهراتی شد. بعد از ترامپ پرسیدن که what do you think گفته بود there were fine people on both sides. ترامپ آدم کانتروورشیل حالا بگذاریم. آره نه anyway نه that's my point. یعنی اینطوری هم ترامپ که فرندمون نیست. آره یعنی حالا شاید یه نفر براش ولیوش واقعا مثلا یه نفر رفته کالینری اسکول خیلی خفنه تو غذا، شاید واقعا براشون بریکینگ پوینت پایناپل آن پیتزا باشه که بهش میگه پایناپل پیتزا که تو دیگه نمیتونی دوست من باشی. من ولیوم یه چیز دیگه است. احساس می‌کنم اون ولیو باید حداقل تا یه پوینتی میت بشه. اتفاقا خیلی نکته جالبی گفتی و یعنی یکی از چیزهایی که من داشتم در مورد فرندشیپ میخوندم همین بود، یه کامونالیتی. حالا بیشتر در موردش صحبت میکنم. آره ولی قبل اینکه اونو بگم، شما تو رابطه هاتون شده لحظه ای که مثلا بگی آقا from this second on this person is my friend؟ یعنی خیلی immediately یهویی اتفاق میافته یا naturally همینطوری فلو کرده؟ چند تا immediate به اصطلاح چک پوینت داره. آره راستشو بگم یه دونه نیست ولی 3-4 تاست که قشنگ بگی تک 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 اوکی you're it. یه دونه نیست، کانکشنیه که داره هی همینطوری وقت‌تر میشه. بعد آره ولی قشنگ اون لحظه رو من یادم، از یه لولی به بعد دیگه از ذهنتون دیگه این آدم دوست من. آره گرادوال نه یه سری چند تا چک پوینت تو زنم که قشنگ اون لحظه ها اینجوری بوده که آره نه فرق کرد. منم آره همونه. خیلی نکته جالبیه در مورد خود کلمه فرندشیپ. وقتی داشتم سعی می‌کردم یه دفینیشن خوبی چیزی پیدا بکنم، چیزی نتونستم پیدا کنم که خودم راضی باشم، چون احساس کردم حالا در ادامه حرفام میرسیم به یه جایی که بگم چرا یه دفینیشن خاصی نتونستم پیدا بکنم در موردش. ولی یکی از اولین حرفایی که همه میزنن اینه که چقدر فرندشیپ خودش نچرالی فرم میشه و چقدر یکی از کامن ترین روش هایی که این فرندشیپ به وجود میاد شیرد اکسپریانس. حالا شیرد اکسپریانس یا همون کامونالیتی مثلا مثال واضحش از خود مدرسه است. شما با یه سری آدما هر روز دارین پا میشین میرین یه مدرسه تو یه کلاس. That's enough reason to be friends. I feel like that's a prerequisite. prerequisite از لحاظ این خودش prerequisite. آره یعنی علتشون prerequisiteشونه که آقا you have some physical commonalities. مثلا اینکه توی مثلا من ممکنه با یه آدم ژاپنی مثلا خیلی کامونالیتی داشته باشه از ولیو، ولی خب اینجا نیست 100%. یعنی prerequisite این که مثلا اتفاق، یعنی این prerequisite که من دو طرف یه جا هم دیگه رو ببینیم.
یا توی شهر زندگی کنیم، یه دانشگاه بریم، یه مدرسه بریم. مسئله فقط یه بار دیدن طرف نیست. یعنی حرفی که همه میزنن اینه که اگه یک آدمی رو به یه تعداد مثلا زیادی ببینی خود اون نچرالی باعث میشه که حالا if you like it or not اون آدم توی این دنیایی که بخوای فرض بکنی که ما آدم ها رو میشناسیم یا نمیشناسیم، این اسکیلی که وجود داره به تو نزدیکتر میشه با عنوان یه آدمی که میشناسی. آره دیگه. بعد واقعا فیزیکال نیاز ببینید شما. مثلا من نونا، مثلا من نونا 8 ماه فقط مثلا هر هفته میتینگ یوتیران و حالا چیزایی میدیدم اینا، و واقعا مثلا بعد کووید هم بود نمیتونستم مثلا مثلا وقتی دیدمش خیلی چیز بود، جفتی اونجوری بود که like we're actually friends but like we've never met in person. like خیلی weird بود. ولی آره یعنی من خودم واقعا نشسته بودم حساب میکردم بیشتر دوستایی که تو زندگیم داشتم و دارم همینطوری شروع شدن. یعنی یه جایی میرفتیم اینا رو میدیدیم، همینطوری واسه خودش نچرال داشت میرفت جلو و از یه نقطه‌ای به بعد یهو دیدم shit these are my friends. دقیقاً آره. و خیلی خیلی جالبه که حالا برمیگردیم بهش که یکی از چالنجاش هم از همین اتفاق میشه. جالب برای من یه ذره برعکس بود. حالا میدونم بحث دارم داره، ولی من اتفاقا شاید تا الان 3 تا جا بودم که تو مثلا هیچ کدومشون شاید دوستی که مثلا بتونم بگم خیلی صمیمیان در نیاوردم. یعنی من اتفاقا بودم اگه جایی داشتم توش کسی پیدا نمی‌کردم، محیطم عوض کردم، جامو عوض کردم. من از ایران تقریبا به جز 1 یا 2 نفر، یه نفر یه دوستم که البته اون دوبه‌ایه، 2 تا دوست دیگه هم دارم ایران که خیلی باهاش در تماس هستم، ولی هیچ دوستی از ایران با خودم ندارم. آره. بعدم که اومدم اینجا تو محیطای مثلا شاید 1-2 سال اولی که باهاش آشنا بودم تو ایرانی و اینا، هیچ دوستی از اونجا ندارم. توی دانشگاه از دانشکده مهندسی فقط یه دوست دارم و بعدن خودم رفتم در جستجوی جایی که خودم تو محیط قرار بدم که آدمای هم فکر خودم پیدا کنم. یعنی محیطه برای من اتفاقا اینطوری بود که من خودم کشوندم میره از محیطایی که فهمیدم اونجا من قراره کسی پیدا کنم. کار درستی کردی. آره صرف اینکه توی محیط تو محیط هستی با آدمایی که یه کاری یکسان انجام میدید معنی نمیشه که حتما قرار اونجا دوست پیدا بکنی. نه 100%. ولی یکی از ممکنه یکی از روشایی که آدم پیدا کنه این چیز باشه که حالا قبل اینکه برم تو دیتیلشون احساس میکنم خیلی از این حرفا که ما زدیم بعدش که بخوام خود کلمه فرندشیپ رو یکم بیشتر بریک داون بکنیم شاید جواب خیلی از این سوالا پیدا بشه. ولی قبل اینکه اون کار بکنم خیلی می‌خواستم در مورد اینکه آقا چرا اصلا لازمه در مورد فرندشیپ صحبت بکنیم اول بگم. خیلی جالبه که توی ریسرچ هایی که اخیراً انجام شده واقعا یه لینک دایرکتلی داره پیدا میشه بین سوشال کانکشن های یک انسان و منتال و فیزیکال ویل بینگشون که و وایس ورسا که داره نشون میده که آقا happier healthier people tend to have stronger social connections و likewise strong relationships can enhance well-being که از دوور داره در از حالا ریسرچ میتونیم رفرنس کنیم ولی یه ترندی هستش که توی حالا سایکولوژی و اینا داره اگزامین میشه که واقعا این وجود داره یه چنین کانکشنی که همش برمیگرده به اون فاندامنتال چیزی که آقا human beings are social creatures و چون social creatures هستیم خود این social connection یک قسمت بزرگی از این که who we are and what we are doing و خود اون باعث خیلی از این well-being ها و enhancement توی این پروسه ها میشه. و متاسفانه کلمه L-word رو میخوام به کار ببرم loneliness. loneliness یکی از اون مشکلاتیه که قبلا خیلی توی افراد سن بالاتر کامن بوده و امروزه متاسفانه داره عوض میشه و داره تبدیل میشه به یه مشکل کامنی که جوونا دارن. و لونلینس و فرند نداشتن یعنی فرندشیپ و لونلینس تا کانسپت جدان یه سری شباهت ها یه سری چیزای کامنالیتی دارن. فقط اینو میخوام بگم که نمیگم هر کسی که فرند نداره لونلیه، هر کسی که فرند داره آره دقیقاً یعنی میتونه تو فرند داشته باشه دقیقاً. ولی چیزی که میخوام توش هایلایت بکنم اینه که اگه بخوایم روی خود جنبه فرندشیپش خیلی دقت بکنیم یکی از چالنجایی که وجود داره تو انسان‌ها اینه که هرچی ما بزرگتر میشیم اپورتونیتی های این که اون چیزهای کامنالیتی رو با یک کسی داشته باشیم اکتیویتی مشترک باشه و انجام بدیم اینا
هی کمتر و کمتر میشه و واقعا این اپورتونیتی آدم جدید دیدن یا دوست ساختن جدید سخت‌تر میشه. به علاوه این که توی دنیای اینترنشنالی که ما الان هستیم و برای این نسل 1.5 مخصوصاً که توی 2 تا دنیا یه بار اول یه سری دوست و اینا یه جایی ساختی، بعد دوباره اومدی از یه جای دیگه از صفر مجبور شدی شروع بکنی، یا حتی پدر مادرای ما که همه دوستای خودشون رو ممکنه یه موقعی مجبور شدن بذارن کنار و اومده باشن اینجا از صفر شروع کنن، خیلی داره کانسپت پررنگ تری میشه. یعنی چالش پیدا کردن دوست داره برمیگرده به یکی از اون فاندامنتال ایشوهایی که مردم دارن باش در از کلنجار میرن. و یه سری ریپورت ها بودش که اخیراً توی همین فکر کنم برای ماه جون که منتال هلت افرنس بود، یکی از ریسرچرها که کرده بودن این بود که میگفتن تقریباً یکی از هر 3 تا آقایون میگن که آقا کس نزدیک یا دوست اینتیمیت واقعا ندارن. از هر 3 مرد یه مرد. آره. و کانادا توی انگلیس اینا. و آمار ترسناکیه خیلی. آره. و واقعا همین احساس کردم که شاید لازم باشه در موردش صحبت بکنیم. و ببخشید قطعا از این جمعیت مردم شاید به احتمال بدن بخش زیرشون حتی ازدواج کرده باشن، این مثلا مرد باشن. آره. یا تو ریلیشنشیپ اتفاقا به این نکته هم میرسیم که خیلی جنبه‌های مختلفی داره و آره و there is a dark side to friendship as well که no one talks about، که حالا در مورد اون موضوع هم امروز صحبت میکنیم. حالا برای اینکه دوره موضوع یکم راحت‌تر چیزا کنه، آره برگردیم به خود کانسپت فرندشیپ. میخوام از یک سایکولوژیست کمک بگیرم که یه دید فرندشیپی تعریف بکنم، بعد حالا این فرندشیپ رو میتونیم با هم بشکنیم بریم جلو. آقای دکتر رابین دانبار he's a British biological anthropologist and evolutionary psychologist. آره خیلی evolutionary psychologist. ببین اصلا این evolutionary psychologist آدمای ترسناکی هستن. He's affiliated with University of Oxford و he's the author of many books. چند تا از معروفاشو بخوام بگم: Grooming, Gossip and Evolution of Language, The Science of Love, How Many Friends Does One Person Need, and Friends, Understanding the Power of Our Most Important Relationships. خیلی ریسرچشون در مورد فرندشیپه و از دید خیلی اِوولوشنری به ماجرا صحبت نگاه میکنم و دلیلی که خواستم با این آدم در مورد این آدم صحبت بکنیم اینه که ایشون یه عددی اومدن اعلام کردن و این عدد الان known as Dunbar's number توی همین کانسپت ریلیشنشیپ. حالا این عدد چیه؟ It's a theoretical cognitive limit to the number of stable social relationships a person can maintain. تعداد رابطه‌های سالم و پایداریه که یک انسان میتونه رابطه اجتماعی داشته باشه، حدشه. که حالا این عدد چنده؟ آقای دانبار میگن این عدد 150 تاست. یعنی من میتونم 150 تا دوست الان داشته باشم. 150 تا رابطه اجتماعی سالم میتونی داشته باشی و پایدار. آره یعنی مامان، بابا، خاله، عمه، عمو، دوست، فامیل، همکار. همین مسئله که اول از همه اشتباهی که مردم میکنن، خود آقای دانبار وقتی به این عدد رسید اولش فکر میکنه خیلی عدد کمیه، توقعش این بود که خیلی عدد بزرگتر باشه. من با چند نفر صحبت کردم، همه گفتن that's a huge number، چرا اینقدر گنده، باید خیلی کمتر باشه. ولی حالا خیلی جالبه. اولا که توی این کانتکست وقتی که که محمد رضا گفت وقتی میگیم فرندز و اینا خیلی براد مینینگشو داریم نگاه میکنیم، یعنی حتی به قول خودشون ممکنه یه شخصیت تلویزیونی که شما مثلا تو ذهن خودت باش سلام علیک میکنی اینا جزء یکی از این شخصیت‌ها به حساب بیاد. سگ شما، گربه شما ممکنه یکی از این شخصیت‌ها 150 تا به حساب بیاد. داداشمون سایکوه. نه منظورش این بود که چیزی که یک دیووشن و یک ابلیگیشنی توش به وجود میاد نسبت به اون یکی طرف، اونو به عنوان فرندشیپ تعریف میکنه. حالا این فرندشیپ رو میاد بعد بریک داون میکنه به لول های مختلف، ولی به طور کلی میگه یک لیمیت بخوایم بگیم هولوش 150 تا از این رابطه ها هستش که ما میتونیم در اصل داشته باشیم.
که به قول خودشون حالا بخوام خیلی کوت بکنم میگن humans can only sustain a certain number of meaningful connections due to the limits of brain capacity. یعنی کم میاره عقلا واقعا کم میاره و این مخصوصا به خاطر حالا توی انسان در جنبه های همین سوشال کریچرز بودنشون خیلی مسئله مهمی میشه. حالا سوالی که برای خود من پیش اومد اول که 150 تا از کجا اومده؟ چون خیلی عدد، من خودم اولین بار شنیدم به نظر خیلی عدد زیادی بود. روندم برای من خیلی بزرگه، ولی مثال میزنم الان دارم نگاه میکنم به مثلا بابای خودم. آره کسی که نه تنها سن بالاتر زمینه کاری، یعنی مثلا کسی که شاید توی کارش صدها ریلیشنشیپ دقیقاً، یا مثلا رئیس شرکت ما مثلا he talks to like 15 people every day و خیلیشون هم رابطه دوستانه است. من اینطوریم که واقعا اون چی کار میکنه because he definitely has more than 150 relationships. حالا فامیلا و اینا هم خیلی قطعا and then you have in-laws because by the time you're 40 you have 2 families now. آره. بعد اصلا حالا جالبیش همینه. حالا این عدد اولین بار چجوری به ذهن آقا رسید؟ داشتن ریسرچ انجام میدادن و املت میزد صبح. آره رسما. نه یه اولد ایکویژنی وجود داره که این در اصل ایکویژنی بودش که برای ایپس و مانکیز ساخته بودن و کانکشن بین سوشال سرکل سایزشون و سایز برینشون بود. آره we are talking about the evolutionary psychologist توی پرایمتاس. آره دقیقا. بعدشون به خودش گفتن که چرا اینو به انسان نشه بس کرد، چون ما هم از لحاظ اِوولوشنری از همون برانچ ایپس و مانکیز و اینا میرسیم اینجا و از اون فرمولا استفاده کردم بر اساس سایز برین انسان و رسیدن به عدد 150 و بعد رفتن دنبال این که ببینن آقا این عدد 150 واقعا میک سنس میکنه، آیا اصلا چیزی هست که بخواد این ماجرا رو ساپورت بکنه و به صورت جالبی به این نتیجه رسیدن که دیدن آره میشه ساپورتش کرد. حالا این 150 به این معنی نیستش که شما 150 تا دوست داری تمام نقطه سر خط دیگه مغزت بیشتر از اون نمیتونه ایگنور میکنه. اینا اومدن فرندشیپ رو به یه سری سایکل تقسیم کردن. شما اگه فرض کنید شما وسط این دایره هستی، یه سری موج دوره این آدم ساختن. گفتن آقا یه دایره اول داری تا مثلا 5 نفر آدم که اینا these are the closest people you know. بعد یه سایکل بعدی داری 15 نفر که لول بعدی اون هستن. یه سایکل بعدی داری مثلا 50 نفر تا اون سایکلی که میرسه 150 تا. اون سایکل 150 تا نفر رو گفتن آقا من اینو به عنوان سوشال سرکل سایز این آدم میدونم. که خیلی جالبه که توی این خود این گروپ بندی ها closest people که گفتیم و اینا خواستن تعریف بکنن، گفتن آقا اون closest people کسایی هستن که بخوام خیلی ساده بگم کسایی هستن که they lend you a shoulder to cry on، یعنی آدمایی هستن که ایموشنالی باشون خیلی کانکت داری و اصلا روشی که اومدن مردم رو تقسیم کردن و این در از بین این 0 تا 150 مردم رو تقسیم کردن همین بود که از مردم گفتن آقا رابطتون رو با این آدم بین اسکیل نیوترال و آدمی که خیلی ایموشنالی اتچ هستین ریت بکنین و there seems to be a very direct connection between اون آدمی که از همه بیشتر ایموشنالی ریت میکنی و از همه واقعا بهت نزدیک تره. و حالا اینجا میرسه که ایموشن وارد اینوالو، یعنی وارد این بحث میشه و همین بحثی که داشتیم به همین اولش در مورد فرندشیپ میکردیم، همون که گفتیم خیلی این کانکشنه باید یه سری کرایتریا میت بکنه بیاد. شاید این کرایتریایی که صحبت میکنیم همون اون ایموشنال اینوالومنت 2 تا نفر با هم باشن. که منظورم اینه که مثلا شما میگی من مثلا این چند تا نقطه هستن که باید مچ بکنه که مثلا من یه آدمو دیگه فرند بکنم. شاید اینا همون نقطه‌ای باشه که لازم باشه که احساس بکنی با یه کسی حالا you're more than just I know this person's name. آره یعنی اون نقطه‌ها کلید به ایموشنت. آره. بعد خارج از حالا این سایکل 150 تا هم تعریف کردن. گفتن آقا بعد بری یه سایکل دورتر کسایی هستن که acquaintances you know them. بعدش خارج از اون یه سری آدم‌ها هستن که میتونی اسمشون رو بگی، اسمشون یادته. بعد اصلا خارج از اون یه سایکل دیگه هستش که میتونی کسایی هستن که you have interacted with in your life.
و میگفتش که حالا هدف اصلی از این عدد 150 گفتنه اینه که تا این 150 تو میتونی یه بالانسی بذاری برای یه healthy communication و یه level involvement که حالا از اون بر مینیمومه از دید اینا بالاتره. بذار من اینجا بگم و اینم بگم که تنها آدمی نیستن که توی این زمینه بودن، افراد دیگه هم در این زمینه تحقیق کردن. مثلا یه انتروپولوژیستی هستش که آقای برنارد و کیلورف که اینا ریسرچ انجام دادن، ولی ریسرچی که انجام دادن برعکس بود. به جای اینکه از مانکیز و ایپس به این ور برسن، برگشتن رفتن یه سری استادی انجام دادن روی مردم که اینا چند نفر رو نزدیک حساب میکنن و این حرفا، و عدد اوریجی که توی این چیزا بهش رسیدن 290 تا بوده که تقریبا 2 برابر عددیه که آقای دانمار میگه، ولی اسمشون اشتباه گفتم. anyways دانبار میگه و آره، و میخوام بگم که تنها عدد نیست. ولی نکته جالبی که آقای دانبار خودش اشاره میکنه اینه که میگه ما بعدش رفتیم ریسرچ کردیم و از مردم پرسیدیم و بهشون یادآوری کردیم آقا these aren't your closest friends or they're people that you know. خیلی ساده بخوای بگی این 150 نفر افرادی هستن که میخوای به عروسی دعوت بکنی. بعد رفتن نگاه کردن و دیدن on average the number of people that people invite to their weddings is 150 people. But that's 150 is on both sides. So technically each person is like 80. نه خب both sides با هم آشنا شدن دیگه. یعنی نه من خیلی entanglement دارم خیلی با هم آشنا شدن اون دو نفر با خانواده هم دیگه. من خودم والا نفهمم چه جوری این عدد ثابت کردن، ولی خودشون کلیم کردن که به این عدد رسیدن. شما خودتون چند نفر رو از سمت خودتون دارین که بخواین برای عروسی اینوایت کنین؟ نه you're talking to the wrong people. آره واقعا you're talking to the wrong 10 نفر. بابا 10 تا 40. ببین بعد از 10 میتونم بهت بگم تا 250. یعنی الان با I have to decide. و مسئلهش همینه دیگه. For me is like from probably for me would be like 50. من واقعا تا 250 بخوای بری برات. No, I have 50. ببین مسئلهش همینه که تو داری فقط اون سرکلر رو بازتر میکنی دیگه. آره راست، آره قشنگ گفتی. آره fair enough. یعنی اتفاقا نکته جالبش به نظر من اینه، ولی it's like where do you draw the line for your wedding. دقیقاً همین دیگه، هم مسئله همونه. حالا یه نکته جالبی هم که باید بگم مثلا اینجا اینه که آقا ما کانسپت های مثل اینتروورت اکستروورت و این حرفا رو نمیتونیم بندازیم از پنجره بیرون. مردم مختلف نیازاشون با هم فرق میکنه. این عددا جنرال رول نیستش که آقا اگه 150 تا دوست نداری you're nobody you're unhealthy. کاملا اینو ایگنور بکنی. مسئله اصلی اینه که برای یه جنرال گایدلاین این عدد و بین آدمای مختلف این عدد 100% فرق میکنه و خودشون هم یه رنجی برای یه رنج هلفی خودشون معرفی میکنن، مخصوصا برای آدمای اینتروورت و اکستروورت. خیلی جالبه که آدمای اینتروورت they tend to have fewer friends but very much stronger connections. Extrovert people they tend to have more connections but shallower connections. Makes sense. آره و این دوتاییشون و مسئله هلفی بودن رو مچ میکنن، به اونجا میرسن. من جوری که خودم احساس کردم مثل این که یه لول انرژی شما داری، یه سری یه یونیت بخوایم بگیم 100 واحد انرژی داری، شما این 100 واحد رو میتونی روی یه سری آدم ها خرج بکنی. اگه این 100 واحد تو همش رو خرج نکنی there's something wrong. اگه اون بیشتر از اون 100 واحد تو بخوای خرج بکنی there's something wrong. سوشال بتریت. آره ولی باید آدما خودشون بالانس اون که چجوری اون 100 واحدشون رو میخوان خرج بکنن و رو چه آدمایی خرج بکنن و پیدا بکنن. ولی واقعا یه سری سوشال بتریشون بیشتره. آره ببین کسایی هستن که داره همین میگه دیگه اکستروورتن. آره ولی خب اون پس واحدشون هم بیشتره، یعنی نه فقط ماجرا اکستروورتی مهمونی. آره من خودم واقعا نمیتونم. چیکار کنم مهمونی؟ هر شب میتونم پارتی مهمونی 1000 تا آدم ببینن. من اینطوری نیستم مثلا، یا مثلا یکی اصلا حتی کمتر از من باشه. آره بحث فیزی هم میتونه باشه ها. خیلی نه میگم سوشال بتری آدم فرق داره. سوشال بتری هم فیزی هم میتونه باشه مثلا. آره از عمرت. و اصلا چالش این ماجرا میشه که حالا با همون منتال هلث و این حرفا هم بخوای صحبت بکنی، خیلی از اونها میتونه دایرکتلی اینا رو ایمپکت بکنه و برعکس این اونو ایمپکت بکنه. بخاطر خیلی سخته بخوای بگی از دید من که توی چی نیستم. آره دقیقاً.
ولی نکته جالبش به نظرم همین بود که بخوایم بگیم که هم اینتروورت اکستروورت توی این سایکل هر دوتاشون به حساب میان. حالا نوعهای مختلفی اون انرژی واحد انرژیاشون رو خرج میکنن ولی چیزه. و یه نکته دیگه هم که توی ریسرچشون بهش رسیدن این بود که آقا همونطور که گفتم که ایموشنالی مردم رو رنگ کردن، دیدن این ایموشنالی رنگ کردن مردم directly correlated to the distance between the people. Physical distance between them. Physical distance. و از دید ریسرچ اونا یه چیزی که نگاه کرده بودن بهش میگفتن که آقا این پرسن فرندشیپ و ویرچوال فرندشیپ با هم خیلی فرق میکنه و اینوستمنت انرژی که روشون میذاری با هم خیلی فرق میکنه و به صورت عجیبی توی ریسرچی که اینا انجام دادن یکی از رابطه‌های مستقیمی که دیده شده اینه که معمولاً افرادی که به تو نزدیکترن you get to spend more time with them therefore you are more emotionally attached to them. پس لانگ دیستنس تا کنسله؟ آره پس لانگ دیستنس چه نکتهش همینه. هر کی از دیده آره. دل برود باید براتون برم. آخه نکتهش همینه، میگه که اتفاقا برعکس اون چیزی که مردم فکر میکنن که آقا خب دیگه این از اون سایکل 5 نفر من افتاد بیرون تموم شد این آدم دیگه فرند من نیست. مسئله اینطوری نیست. مسئله اینه که آقا تو در این ثانیه این 5 نفر هستن که از همه ممکنه به تو نزدیکتر باشن، پس فردا ممکنه این 2 نفر از این 5 نفر برن پایین، 2 نفر دیگه جاشون بیان بالا. آره ولی احساس میکنم که آخه این مسئله فیزیکاله. آره. تو اگه توی شهر دیگه نسبت پدر مادرت زندگی بکنی که اونا که برات نمیان پایین تر، یا خواهرت یا برادرت یا پارتنرت لانگ دیستنس ریلیشنشیپ، احساس کنم اونا قراره جایی برن. قطعا یه لول میان پایین تر. به حال your parents your partner مثلا همینه. حضور فیزیکی اتفاقا برای همین احساس کردم شاید این دید یکونیمی ما خیلی توی این ماجرا کمک بکنه. مثلا من خیلی از دوستامونو میشناختم که پدر مادرشون مثلا وقتی ایران بودن 2 هفته یه بار با هم صحبت میکردن. من به شخصه مامانم اینا وقتی اینجا نیستن هر روز با هم صحبت میکنیم. منم اصلا خود پدر مادر نه پدر مادر بزرگ اصلا نسبت موقعی که ایران بودیم بیشتر صحبت میکردم. دقیقاً. ولی شاید حالا نمیدونم یکم لولش کمتر میشه شاید، نمیدونم. البته تو کیس من نبوده واقعا. آره مثلا همین یکم احساس میکنم شاید گاهی وقتا ما آبسس میشیم با این کاتگوری که دقیقاً اون آدمایی که نزدیکترین حالت به من هستن کیان، تا اون 150 تا هر کسی باشه در یه لول. آره ولی نکته جالبه بود، من خودم هم زیاد موافق نبودم ولی خب فایندینگ ریسرچشون بود. آره یعنی بعد آخه بستگی داره که تو اون باند رو کی درست کردی. تو با پدر مادر این باند رو استبلیش کردی، حالا پدر من بره اون سر دنیا ساعت هم عوض باشه we will talk every day it doesn't matter. یکی از نکته‌هایی که حالا من تو ذهن خودم داشتم فکر می‌کردم به عنوان کسی که ولی اگه پدر من هیچ وقت تو زندگیم نبود توی شهر دیگه ای بود آره that makes sense. همون then we wouldn't be as close because we never had that opportunity to be together. من اینجور نبود دیگه کاملا برعکس. مثال نقض تو هم من چطور نفهمیدم. من اصلا قرار رابطه نزدیک مثلا با پدرم نداشتم. فکر می‌کنی آخه تو فکر می‌کنی نداشتی. یعنی تو فکر خودم باید بگم دیگه. نه تو باید بگی. نه تو نداشتی. ببین کل نکن. نه فاوندیشنش رو به حال تو یعنی اگه مثال میزنم تو تازه بابا تو چند سالگی تو اومدی بیرون؟ 17. تو اگه تازه بابا تو 17 سالگی برای اولین بار میدیدی میتونستی این کانکشن تو کانادا باش بسازی؟ نه کلا لاست بوده که آره. There was a foundation that's what I'm saying. You may not be close ولی there was a foundation. و یادت هم باشه naturally بچه‌ها رابطه‌شون با پدر مادرشون تو سن بزرگسالی نزدیکتر میشه. چرا؟ Because there's no longer a power dynamic. You understand that they're also human beings. You understand. There's so many things unlocked. There's no power dynamic anymore. You don't have to listen to them anymore. You're not scared of them anymore. به قول معروف. ولی نه breaking point برای خیلی هم اون موقع اون سنی که لاست میتونه باشه یه رفعی. احساس کنم اون موقعیه که you have the opportunity to get away. آره یعنی همین. You have the opportunity to choose to get close or to get distant. آره دیگه. And we thank God we didn't have the toxic relationship so we chose to get closer. یکی از چیزای دیگه که برای من خیلی یعنی بهش داشتم فکر می‌کردم این بود من یه سری دوست دارم که آقا من مثلا با
از هر دوره مدرسه من یه سری دوست دارم. اولین دوست من تو زندگیم اردوان، بعد مثلا فربود. آره یعنی اردوان سلام. بعد یعنی همین لول بالاتر تو راهنمایی یه سری دوست داشتم، رفتیم جلوتر. بعد مثلا تو دبیرستان دبی بودم، با این حال یه سری دوست داشتم شاید هیچ وقت به اون لولی که بخوام مقایسهشون کنم با هم هیچ وقت مثل اون دوستیای اولی که تو زندگیم داشتم هیچ کدومشون نرسیدن. آره. ولی توی اون دوره لحظه، توی اون موقع خاص، اون آدما شاید من ایموشنالی بهشون نزدیکتر بودم. ولی ثانیه بعدش که تابستون شد رفتم تهران و دوباره مثلا اردوان فربود رو دیدم، یا مثلا چه میدونم برنا رو دیدم، اینا رو دیدم، اونا برگشتن تاپ آف د لیست. به خاطر همین گفتم شاید هم حرف غلطی نمیزنه. الان که گفتی راست میگی، چون برمیگردم به دوران دبیرستانم یا حتی دوران مدرسه ایران، یه سری آدما برام بولد میشن. آره که هولد آن، الان میگی اونا درسته که بعدن خیلی هاشونو I chose to get out of that environment، یعنی نبود که فورس شد و خودم تصمیم گرفتم که از این محیطای بیام بیرون. ولی تا زمانی که تو اون محیطا بودم یه سری آدما تو اونجا بولد بودن برام که الان نیستن. دقیقا. اصلا جزء سیکل هم نیستن. یعنی احتمالاً راست میگی فیزیکاله خیلی تاثیر داره، ولی از اونورم the little caveat or pitfall is that تو همون عین این که مثلا تو اون کامیونیتی فیزیکال هستی، آره. اگه ببینی که این آدمایی که اومدن بالای لیستم I don't want them to be on top of my list. You choose to change your physical space. You have the ability to choose. همین. یعنی جنرال رول نیست که آقا دوره تمومه ته لیسته، یا اگرم خیلی نزدیک پس دیگه دیگه آره دیگه با هم دوستیم دیگه. آره. You have that option. و اتفاقا حالا این ما رو میاره سر بحث بعدی که به نظرم خیلی جالب بود، در مورد types of friendship صحبت میکنن. اینکه خیلی مدلای نه اونا نه اون یه موضوع بحث دیگه است. Friends with benefits. اون اپیزود 7 بود نمیدونم. مسئله اصلی که داشت صحبت میکنم میگفتش اگه بخوای خیلی بیسیک به ماجرا نگاه بکنی، آقا دوستا تو برخوردت با دوستای خودت الان چقدر ایندیویدوالی با هم فرق میکنه. یه سری دوستای داری که کاملا رابطه آنلاینی دارین با هم، یه سری دوستایی دارین که 24 ساعته مثلا با هم صحبت میکنین، یه سری دوستا دارین که آقا صحبت نمیکنین تا اینکه یه روزی مثلا یهو میشینین 10 ساعت پشت سر هم صحبت میکنین. آفرین. آره عینا داریم. و مثلا یه جوری صحبت میکنین که انگار مثلا هر روز دارید با صحبت، یعنی شاید مثلا یه سال یه بار صحبت کنین ولی مدل صحبت کردن جوری که مثلا هر روز هم در ارتباطید which you are not. آره قشنگ you pick up where you left off و کانتینیو میکنی. That's the wording. آره و همه اینا ولیدن. بعد تو فرندشیپ آنلاین داری، این پرسون داری، اینو گفتم. فرندشیپ آقا فامیلی فرندز یعنی افرادی که از فامیلات تا مثلا دوستایی که خودت سلکتیو در موردشون بودی، they're both friendships ولی مدل‌های مختلفن. حالا این وسط چیه که احساس میکنم این لیول های مختلف رو تعریف میکنه؟ برمیگرده به همون ایده اون ولیو و کاستی که ما داریم میذاریم برای اون رابطه که یک لیول هلفی و ساستینبل باشه. یعنی اون سنس آف دیووشن و اون سنس آف ریسپانسیبیلیتی که ما نسبت به اون ماجرا داریم و هزینه‌ای که حاضرین براش بپردازیم، که برای یک آدم آنلاین برای بعضیا شاید هزینه بیشتری باشه که بخوان اون رابطه آنلاین رو مینتین بکنن تا یه آدمی که هر روز ممکنه این پرسون ببینمش. یا مثلا یه نکته جالب دیگه که اشاره کردم، مثلا فامیلی ممبرز هزینه خیلی کمتری داره مینتین کردنش تا دوستایی که خودت سلکت کردی، چون ممکنه بعضی از فامیلات مثلا 5 سال نبینی ولی فامیلتن. آره بلاد. دقیقاً. بعد از اون چیزتر میگوتش که اتفاقا در مورد آدمی که واقعا when you fall in love with someone، میگوتش که ریسرچشون نشون داده که اون عاشق یک کسی وقتی میشید 2 تا جای 2 نفر رو میگیره. یعنی وقتی یه نفر میاد آره یعنی وزنش سنگینه که و خدا وکیل تو دوستای خود نگاه بکن، شما وقتی که توی یه رابطه بودی مقدار مسیجایی که به بقیه دوستات میدادی کمتر نبود. چرا؟ آره سیبیلز کبیر بود. بله. و میگفتش که نه باربار نبود ولی البته اون شکل، ولی خب نسبتا قطعا کمتر است. نسبتا خب به خاطر اینکه یه آدم دیگه ای هستش تو زندگیت که آره دیگه only have 24 hours. آره و you only have 24 hours a day. دقیقاً. آره دیگه. و
البته یه سری هستن میگن you have 25 hours a day ولی ول کن. کیا؟ امید دوستشون داره. هیچی هم خود چلایی که موتیویشنال اسپیکر که میگن. ولی آره راست میگی. برای همین هم شاید وقتی که تو یکی از دست توی رابطه دست میدی یه وقتت خیلی نه اون فیل لونلینسه چند بیشتر از یه نفره 100% هم 2 نفری فرسته تنها. یعنی همونقدر که وقتی که تو یکی به دست میاری آره دیگه. آره بعد تازه به اینجاش فکر کن که تو اون یا آدم گاهی وقتا ایموشنال کلوزنس یا یکی از حرفایی که میزنن تو حالا روش‌های حتی دوست پیدا کردن اینه که خودت بتونی باشی. یعنی برای یک کسی که بتونی purely you and fully emotionally connect with them it's a very hard task to do. و وقتی که تو یه رابطه میری با یک کسی اون خودش خیلی ولیو بالایی داره که بتونی اونطوری با یک کسی باشه و وقتی که اون موقعیت از بین میره یا عوض میشه سناریو there's definitely a gap that needs to be filled in. که حالا من اتفاقا میاره سر موضوع دقیقا بعدیش که اونم فرق بین آقایون و بانوان. ما که بانو نداریم اینجا. دقیقا همین میخواستم بگم. برای همین من خیلی از یه حرفایی که در مورد قسمت بانوانش میزنم ریسرچ هایی هن که من خوندم در مورد این موضوع، در 2 تا پادکستی که گوش دادم اینا اینطوری صحبت میکردن و همشون مثبتن، هیچ کدومشون چیز منفی یا چیز نیست، فقط تفاوت بین 2 تا گروه میخواد صحبت بکنه. از لحاظ دوستی خیلی جالبه. میگن که مردها اگه بخوای به دوستیشون نگاه کنی خیلی ساید بای سایده، یخچال از لحاظ این که they usually are in groups and are centered around the shared activity. برای مردها خیلی مثل این که دوستی های اونطوری راحت تره و on the completely other hand برای بانوان face to face و کجا خوندم؟ من یه جا خوندم دیگه تو پادکست چیز بود همنز بود. آره من اینو گوش کردم یه جا و it's typically in pair و خیلی لول emotional disclosureش بیشتر از آقایونه. حرفی که بیشتر میزدن این بود که آقا مردها خیلی اکوینتنس بیشتر دارن و خیلی جالبه. من داشتم فکر میکردم به آدم‌هایی که تو زندگی میشناسم و دوستای خودم، نمیدونم اینا خیلی برام این true بود این استیتمنت که مثلا خیلی دوست مثلا بچهای فوتبال، بچهای مثلا بازی کامپیوتری، بچهای نمیدونم بریم هایکینگ، بچهای بایکینگ، فرهنگ اکیپ محور تو پسرا بیشتر از خیلی بیشتره. Should I bring in the feminist lens yet؟ فمینیست لنز هم میتونی بیاری؟ آره بیا. علت اصلیش شفافیت. خیلی علت اصلیش بابت اینه که مردها avoid میکنن deep emotional connection دیگه. دقیقاً. یعنی we do not want to like it's not that we can't, we do not want to we are uncomfortable with it. Exactly. we don't از هر مسیر فرعی داریم میریم که به اون دیپ نرسیم دیگه. آره دیگه، یعنی دقیقاً تمام تلاشمون میکنیم که two men can sit together and talk about nothing for hours. But it's not good. اصلا بعدش تو برو بعضی از دوستات وقتی بهشون یکم ابراز احساسات میکنی they feel uncomfortable. They want to get out of that situation. نمیدونن چرا. That's why we do things around activities because we want to do that activity and not talk or engage or emotionally connect. We avoid that. And because we avoid that we tend to do this or we don't go deep and we just leave it as acquaintances. بعد برای بانوان یه جنبه دیگه ای که داره، یکی این که با ایموشنشون کلن استرانگ ترن و حالا در مورد فلکسیبیلیتی و اداپتیبیلیتیشون هم صحبت میکنم. نوع متاسفانه نوعهای دیفالت اکتیویتی هایی که برای آقایون و بانوان تو زندگی قدیمی ترادیشنال استابلیش شده بود این چیزها رو ساپورت میکرد. Again, that was also intentional. دقیقا. که مردم میرفتن سر کار یه سری کوورکر داشتن. خیلی جالبه که مثلا یکی از نکتهایی که اتفاقا بهشم اشاره میکنه، مثلا وقتی که زن و شوهر معمولاً با هم ازدواج میکنن و اینا، گروه دوستی بانوانه که محور اصلی رابطه است و آقایون میشن دوست شوهر خانومشون. آره یعنی تو درست گفتم؟ آره. تو جمعای دوستی و اینا همیشه مثلا محور اصلی سمت بانوانه. آره. به خاطر اینکه they have a much better ability at friendship than us. آره ولی البته همه اینجوری نیستن. یعنی مثلا خیلی اخیراً من می‌بینم که بیشتر 100% تو مردا this is either equal یا مثلا حتی داره تو وزنای
خیلی عوض شده به خاطر اینکه احساس میکنم رولا عوض شده و نمیدونم حتی احساس میکنم برای گروه 1.5 که مخصوصا خیلی فرق میکنه، چون خیلی جنبه های دیگه ای هم داره که وارد ماجرا میشه. ما داریم در مورد خیلی خیلی جنرالایز دارم میکنم این حرفا رو که دارم میزنم. نه ولی خیلی جالب بود که یکی از ریسرچ هایی که همین برادران انجام داده بودن از آقایون پرسیده بودن که آقا اسم یک کسی رو ببر که تو مثلا در مورد money, health or relationship worries you go and talk to them و یه ماجوریتیشون اسم کسی رو نمیتونستن بیارن. مردان؟ آره. بدبختی. نه حالا پیتی نخریم. و یه اتفاقا تو دوره‌های مختلف نگاه می‌کردم، مثلا مخصوصا توی مردهایی که دیورس شدن یا افرادی که ریتایر میشن این ماجرا خیلی اوج داره، به خاطر اینکه یه گروه‌ها و یه کانکشنایی که به خاطر کارشون یا به خاطر اکتیویتی‌هایی که انجام میدادن یا به خاطر همسرشون اینا یهو داشتن یهو از بین میره و اینا دوباره they're left with the task of making new friends which is a huge task at their age specifically. البته بگم این مشکلی که خود مردم درست کردن، یعنی بله 100% زیاد به خودمون نگیری. و خیلی جالبه از اون ور بانوان در این زمینه خیلی قوی ترن. یه نکته دیگه هم که خیلی جالب بود که اشاره کردن این بود که بانوان بیشتر دوستاشون بانوانن، آقایون بیشتر دوستاشون آقایونن. آره دیگه. و دنبال یکم این بودن که چرا، چون مثلا توی یک مدرسه ایران نمیگم که فقط پسرا بودین یا فقط دخترا بودن، توی یه مدرسه ای که there is still a mix اینجا هم همینه، یعنی همین میشه پابلیک اسکولا یا اصلا توی مهمونی‌ها چطور میشه که معمولا آقایون میرن کورنر خودشون موضوع خودشون رو دارن. that's social. همون چیزی که گفتیم دیگه، هر کدوم وقتی ما میگیم آقایون یا خانوما فقط لزوما بیولوژیکلی نگاه نکنین. آره اون هیستوریکال کانتکستی که جنس زن و جنس مرد میاره به کانورسیشن رو نگاه بکنید که زنها یک کامن بک‌گراند و یک تجربه مشترکی دارن که اجازه میده با هم دیگه راحت‌تر بتونن کانکت بشن. همونطور که مثلا شاید بگیم که آقا چرا چینی‌ها اکثرا با چینی‌ها رفیق میشن، ایتالیایی با ایتالیا رفیق میشن، ایرانی، یعنی فقط اون کروموزوم ایگرگ نیستش که تعریف کننده قضیه. It's the cultural commonalities and lived experiences that connects people. لنگویج خود فرندشیپشون، تو فکر کن تو یه گروهی که یه مش آقا دور هم نشستن دارن چیز میکنن، یه خانومی بیاد یک حرف خیلی ایموشنال کانکشن بخواد با جمع بکنه، همه هنگ میکنن دیگه. آره drink your beer and talk about football. دقیقاً. بعد حالا نکته جالبی که توی همه این ماجرا هست اینه که یکی از چیزایی که خیلی ابزرو شده اینه که آقایون توی گروه دوستای مردونشون متفاوت رفتار میکنن تا وقتی که با خانم‌ها هستن. حالا مسئله که پیش میاد همینه که آقا why do we act differently around female friends and male friends؟ شما الان شما که میگم دوتایی تو منظرم، تا حالا تو خودتون احساس کردین که یه سری رفتارها هستش که با دوستهای پسرتون راحت ترین و اگه توی جمع یه دختری باشه عوض بشه؟ 100%. و فکر کنم تو دخترام این باشه مثلا مثل از شوخی ها واقعا این اپروپرییت من باید دختر بکنم. مال دخترها مثل این که فرق میکنه. حالا در مورد اون صحبت میکنم. یعنی دختران اینجور نیستن؟ دخترها خیلی راحت‌تر خودشونن و فقط خودشونن. پسرها مثل این که توی گروه‌های دوستیشون پروسه کامپارتمنتایزیشن قوی تری دارن. کامپارتمنتالایزیشن. همون اون اینا رو کی گفته راستی؟ رفرنس داری؟ آره. یه سریاشون بیهیویر استادی هن، به خاطر همین they're not like rule ولی general observation. Is that because we're just like men are generally inappropriate? وای آقا چرا میزن؟ اتفاقا حالا نکته جالب همون پادکست Who We Are ریچارد همان که داشتم گوش میدادم، یکی از اپیزودها دعوت مهمونی که داشتن مکس دیکنز بود و این آقای مکس دیکنز که اومده بود اونجا یه حرف خیلی قشنگی زد و گفتش که خب خیلی وقتا این چیزا برمیگرده به این کانسپت حالا متاسفانه مسکولینیتی، حالا تاکسیک یا هلفیش. تاکسیک. آره مسکولینیتی
یه جمله خیلی قشنگ گفت ریچارد همند، هم خیلی حال کرد. هر اپیزود اسم ریچارد همند رو گفتش که آره masculinity is not in but is between guys. یعنی چیزی نیستش که اوریجینالی همه آقایون همیشه وقتی هستن باش به دنیا masculinity که they behave that way. So accurate. خیلی حرف قشنگی بود. It's a mask we put on a lot of times. The toxic masculinity that we put on, it's a mask. And it's by men for men. It's not to impress women. It's actually to impress men. It's by men for men in order to preserve our power. آره یعنی نکته جالبش اینه یه داینامیکی داریم ما تو این دنیا که برای اینکه اون قدرت رو برسیم باید یه سری ایموشن و یه سری چیزا رو ساکریفایس می‌کنیم دیگه، و برای اینکه اون چهره رو نگه داریم برای بقیه باید ماسک بزنیم. خودمون میدونیم که we're shallow that has دقیقاً یه لول دیسانستی توش وجود داره و متأسفانه very sad thing که نمیتونی خودت باشی. How many men has forced themselves to like to enjoy conversations about cars, beer, watches when they don't enjoy it? خیلی personal. No, actually enjoy watches. Enjoy watches. واقعا سر کار شد دیگه. یکی از بچه‌ها اینطوری بود که what is your choice of poison? و گفتم که what do you mean؟ گفت مثلا همه اینجا ما we're into something. We're either into cars, we're either into watches, we either one of these, right? من اینطوری بودم که sure I like watches ولی I'm not into either of these two. و واقعا اینطوری هم که I lose من سر کار واقعا I lose conversations because of the fact that I'm not into cars. اصلا cars هیچی. واقعا I'm not included in certain conversations. یکم یادت بدیم. حتی یه بار یکی از حتی یه بار یه اتفاقی که افتاد، چند تا از این یکی از این منیجرای سر کارمون گفتش که I'm taking my car for a little ride up north. یه 911 داره. Who wants to join me? بعد بچه‌ای که ماشین خفنش گفتم مثلا we can go for like a car tour مثلا together اینا. آره مثلا ما رو می‌بردی. خیلی ماشین خوبه. 911 یه M3 با یه مازدا 3. من باید بیام. سفید برفی می‌ذاشی بینشون. ولی حالا خارج از کار مثال واضحش تو محیط کانادا احساس می‌کنم ورزش، بسکتبال، بیسبال، هاکی. تو اگه این ورزش‌ها رو فالو نکنی توی work environment نصف بحثایی که در مورد حالا what do we need to do for work در مورد اینه. تو اگه هاکی نگاه نمی‌کنی، بیسبال نگاه نمی‌کنی، فالو نمی‌کنی، NBA نگاه نمی‌کنی، تو نصف این بحثا اینوالو نیستی. واو. That's also true. من دبیرستان This is actually to your point. من دبیرستان خیلی سنگین NBA نگاه می‌کردم و دنبال می‌کردم. یعنی واقعا با بچه‌ها سنگین پیگیری می‌کردم. و تنها علتش بود که فیتین بشم، مثلا موقع تازه مهاجرت کرده بودم بتونم با بچه‌ها یه چیز داشته باشم در موردش صحبت کنیم. And my whole conversation was about NBA. اون موقعی هم بود که Raptors داشتیز میشد. نه جالبش بود که حالا funny enough we didn't care about Raptors بخاطر اینکه همه رفیقای ما آمریکایی بودن and we wouldn't talk about Raptors. اون موقع خیلی Golden State بود و کلیولند، هنوز لبران کلیولند بود. هات تاپیک روزون موقع. آره ولی اون سالی هم بود که لبران فکر کنم 3-0 عقب بودن، 4-3 سریز از گلدن استیت بردن. و مثلا فکر کنم موقع الان ببین چه غیرم میاد که چند تا چمپیونشیپ برده لبران. I think it's 3. I think that was his third or fourth. I think it was his third championship. آره دیگه چون دوتا با میامی برد، یه دونه چیز بود. مثلا میامی یا میامی. سومی با کلیولند بود. اون موقع من سنگین، یعنی مثلا یادمونه مثلا وقتی یه نفر مجروح میشد حد می‌زدیم که بازی بعد how would this impact the game. اون موقع که رپتورز بود تو دانشگاه بودی، من دبیرستان بودم فکر کنم. آره من دانشگاه من حالا من دقیقاً با رپتورز داشتم دیگه، موقع دبیرستان بودم there was a big hype. هم ببین من یادم راهنمایی ایران ما بچهای فوتبال بودیم و مثلا تو مدرسه‌مون یه 5-6 نفر بودن که مثلا بسکتبالی بودن یا مثلا 15 نفر بودن والیبالی بودن. They meant nothing. They were not considered as human beings. فقط بچهای فوتبالی آدم بودن. آره. یعنی اصلا کاملا we ignored them. دقیقا. و همیشه این استراگل رو در تمام دوران داشتم با اسپورت. فکر نکردی که بری ورزش. Because I wasn't into anything, so I was just like I wasn't into sports, I wasn't into cars, I wasn't into anything masculine, so I was like all right, like politics, that was the only thing.
اتفاقا جالبیش همینه دیگه. اتفاقا یه حرف جالبی هم که تو این حرفاشون میزنن در مورد گاسیپ کردن بود که حالا ما میگیم یه بیهیویر شاید فمینین تر و این حرفا هست که تاکسیک و ایگنور all that shit، ولی آقایون وقتی تو گروه‌هایی هستن که بانوان هستن و دارن بحثای اینطوری صحبت میکنن they love it. There's so many people who love it. They never want to show it. Haji, They man. always trying to hide it. Yep. I would deny it like until the cows come home, ولی I enjoy it so much. الان به نظرم دست elephant in the room واقعا. به خدا تو مهمونی میری آقایون یه ور نشستن دارن در مورد سیاست صحبت میکنن، خانم‌ها دارن در مورد مثلا این بازیگره که اخیراً این کار کرده بود یا اصلا یکی از فک و فامیلا که حریم سلطان آقا اون خداوکیلی خیلی جذاب. خداوکیلی. Let's all agree on this. We are all هممون. و حالا در ادامه چی میگن تو فارسی؟ خاله زنک بازی. جفت اصالتا کاملا فمینینه دیگه. گاسیپ گرل، خاله زنک. البته اون سریال بود. آره. بعد حالا در مورد این ماجرای کامپارتمنتایزیشن که صحبت کردن. آقا کامپارتمنتالایز این گروه بندی کردن فکری که من صحبت می‌کردم. می‌بینید فارسیشو بگید از اول. آره این دوباره anyways یکی از مثالای دیگهش به نظر من خیلی یک و نیمیه. شما دوستای ایرانی خارجی تو با هم قاطی میکنی؟ اصلا نمیشه بابا، خیلی بده. بعد که نمیشه. اصلا دوستای مثلا ایرانت با خارج تو با هم قاطی میکنی؟ خیلی سخته. اصلا کانتکست سویشن جر میخورن. یکی از مثالایی که یارو میزه همین بود که میگم مثلا مامان نمیدونم مادرین لاش یک کسی اومد بهش گفتش که آره چرا این دوتا گروهاتون مثلا با هم دعوت نمیکنه بچه فوتبالی و مثلا چیزتون رو You never do that. No, how dare you. ولی مامانا خیلی این کارو دوست دارن بکنن. نمیدونم چرا مامانا و خالا کنن علاقه شدیدی به این کارا دارن. نکته جالبش اینه که مثل این که بانوان اینو کمتر دارن. خب نکن البته که بازم observation کاملا there's no science fact که support this but you bringing up so many good points که shows how fucked up we are as men. Of course. In terms of our social واقعا بعد آخرین واسه گل social coherence. یعنی our men displayed in social coherence is screwed. به خاطر اینکه خودمون انقدر ماسک زدیم برای اینکه مینتین کنیم این پیکچر رو مینتین کنیم این فرم رو که we don't need emotions. we're screwed. یه بارم در مورد کانسپت کامپارتمنتالایزیشن یه بارم در مورد کار گفتیم دیگه. بله. که یه آدمی یه مردی میتونه بره سر کار does the most unethical shit and then comes home and loves his kids, pays to the charity that is part of his school, and you're like, wait, you're this like you are a good man at home and you're a shitty man at work. خیلی پارادوکس چیزیه و احساس میکنم مرحله اولش خب اگنالجمنت دیگه که ما بتونیم مثلا ببینیم ما کل این بحث دوستدار و لول های دوستی و اینا رو صحبت کردیم در همش کانکشنش با اون ایموشنال اینوالومنت صحبت کردیم دیگه. برای یک گروه کاتگوری انسان ها آقایون که کلا دارن سعی میکنن این ایموشنال رو ایگنور کنن کل این کانسپت فرندشیپ یکم میره زیر سوال دیگه. یعنی شما از اول داری میگه اصلا هیچ وقت دوست نزدیک نخواهی داشت اگه قراره با هیچ کسی اون ایموشنال کانکشن رو نداشته باشی. خود اون یکی از فاندامنتال ریزنایی که میتونه منتال هلت ویل بینگ آقایون رو تاثیر بذاره. بازم میگم نمیگم این فقط برای آقایونه، برای بانوانم هست. خیلی دارم چون ما سه تا پسر نشستیم داریم صحبت میکنیم دارم اون زاویه‌اش که خودمون شاید تجربه داشته باشیم و بیشتر آگاه باشیم و میگم دقیقاً. بعد حالا که حالا این میشه در اصل این سامری حالا فرندشیپ و همه این لول های مختلف و که چجوری همشون لازمن در حد خودشون ولی خب یه کاستی دارن بعد اون کاست رو در نظر داشته باشیم و حالا یه سری بیهیویر کامنی که آقایون انجام میدن. در کنار همه این کانسپت ها بخوام به عنوان موضوع آخر یه مسئله رو بگم و اولش بهش اشاره کردم dark side of friendship. dark side of friendship به عنوان نه اینکه بگم چیز منفی و اینا ولی به عنوان چالش هایی که توی فرندشیپ وجود داره که no one talks about ولی به خاطر همون چالش ها خیلی از کلن همه فرندشیپ های ما رو زیر سوال برده. حالا دو تا نکته بود در این زمینه میخواستم بگم. نکته اول این بود که there's a huge fear of rejection in friendship.
و مخصوصا برای اون گروهی که یکم ایموشنالی نگران باشن و اونقدر کامفتبل نباشن با این بحث خیلی ایمپکت بزرگی میتونه بذاره. Fear of rejection like when you're already friends with someone or like to become friends with someone. سوال همین میشه. یعنی بذار اینطوری بگم friendship in nature خودش یه چیز undeclared. مثلا همینه که نمیری که فردا بگی آقا you are my friend from this moment on امضا ثبت شد. بچه پیش دبستانی بودیم این کارو می‌کردیم. و اینکه بگی آره شما شماره 6 پس فردا بیای بچه خوبی باشی میکنم شماره 4 قشنگ معلومه کجایی. undeclared in nature. و یکی از چیزهایی که گاهی وقتا یهو آدمو هیت میکنه وقتی که تو ممکنه برای یک کسی صمیمی ترین دوستش باشی ولی اون برای تو نباشه. مثال واضحش که تو زندگی برای مردم معمولا اتفاق میفته مثلا همین چیز خارجی ها که wedding best man میخوان یک کسی رو انتخاب بکنن. There are so many people who become best man for so many people yet those people are not even in their top 10. و یک واقعا فیر واقعی وجود داره که آقا من دارم این همه انرژی میذارم این همه چیز میکنم این همه شیر میکنم مثلا این آدم برای من واقعا مثلا جز تاپ 5 فرندای زندگیمه ولی شاید از دید اون آدم من حتی مثلا تاپ 50 هم نباشم. و برای آقایون مخصوصا چون دوباره ایموشنالی خیلی مشکل داریم و با شیر کردن حرفامون و افکارمون اونقدر راحت نیستیم this becomes a bigger challenge که آقا من اگه الان بخوام به این آدم بگم تو نزدیکترین دوست من هستی ولی اون یهو بخواد بگه من برای اون همین پوزیشن رو ندارم میرم توی داون سایکلی که کلن دوباره همه یه ماجرا فرندشیپ و اینا رو ممکنه ببره زیر سوال و کلن ویل بینگ رو ببره زیر سوال. آره یکی از چالنجاش اینه و می‌خواستم بدونم اول از همه برای شما احساس کردین هیچ وقت حالا یه چنین فیری داشته باشین؟ من تجربهش کردم. چجوری؟ یعنی تجربه کردم دیگه. اصلا یه نفر فکر می‌کردم مثلا واقعا بست فرندمه ولی ترند اوت که نه اصلا من تو تاپ 10 طرفم نبودم. ولی اکسپریانسه. یعنی تو در طول زمان میتونی آدما رو بشناسی ولی به نظرم اشتباه دیگه نباید باشی. یعنی اگر you're basically hurting yourself like نباید حداقل best friendت کامنتش کنی. نه آخه حالا از یه ور دیگه بخوام به چالش بکشونم این حرفا اینه که it's natural. آره این happens. یعنی به هر حال آره it can happen. Should it mean this much to us? I think it does whether we want it or not. It means this much on it. Whether we want it or not. It's almost like a toxic relationship. It is natural ولی خب به نظر من should it mean یه ذره irrelevant وقتی که meaningful هست. احساس میکنم که یکی از پایه‌های اصلی که اون رابطه پایدار باشه اصلا اینه که دو طرف برای هم دیگه یه لول اهمیت داشته باشن. اگه نداشته باشن اون رابطه پایدار نیست. Because guess what? You're going to call that person. You're going to be emotionally available to that person. You want to be da-da-da-da. And the other person is not going to do the retrospect of that. Sorry, in retrospect, the other person is not going to do that for you. مقابلش رو انجام نمیده. ترجمه فارسیش میشه. یعنی خوبم نیست اونو. یعنی اونو برای تو یه ذره حس یه طرفه بودن رابطه انجام به دست میده. قبول دارم. واقعا احساس میکنم ممکنه مثلا یه لیمیت رنج تور داشته باشه. یعنی مثلا اگه این آدم مثلا تاپ 5 من دوست دارم حداقل تو تاپ 10 اون طرف باشم. آره دقیقاً. حالا ایکوال نباشه. آره رنج باشید. آره یعنی مثلا مثال میزنم من لازم نیست که حالا مثلا من یکی میکنم تاپ مثلا میکنم بست منم بست من اون باشم دقیقاً. ولی I want to be in the lineup. حداقل ودینگش دعوت شم. نه ودینگ بیشتر از ودینگ. آره یعنی یکم بیشتر. کدومتون دعوت نیست؟ I want to be a ساق دوش مثلا. آره ساق دوش چند نفر میتونه باشه؟ من کلا اینا ساق دوش بالا مثل قطار وای میسن. وقتش شد میفهم. خیاری. این یه جنبه است که به نظرم خودش خیلی میتونه تاثیر بذاره روی نوع رفتار مردم و اینکه چقدر روی این موضوع فرندشیپ سنسیتیو باشن. یه جنبه دیگه ای هم که توش وجود داره متاسفانه به خاطر دنیای امروز فرندشیپ تبدیل شده به یک کانتنت از لحاظ اینکه داره کامپیت میکنه با تمامی چیزهای دیگه ای که وجود داره برای اتنشن انسان ها. مثال بخوام بزنم اینه که آقا شما
موبایلتون یه دونه تکست مسیج میگیری از یکی از دوستات، همزمان با 6 تا مسیج توی نمیدونم 6 تا نوتیفیکیشن از توییتر میگیری، 6 تا نوتیفیکیشن از تیک تاک میگیری، 6 تا از اینستاگرام میگیری. همه اینا توی موبایل این نوتیفیکیشن ها داره با هم کامپیت میکنه. و یکی از حالا چالش های دنیای دیجیتال ممکنه این باشه که آقا خود اون فرندشیپ هم اون وسط داره برای اتنشن شما با همه اون نو کانتنت های مختلف دیگه واقعا کامپیت میکنه. Because they're all being presented to you in the same space. آره. آره یعنی رسما داره کامپیت میکنه. و اصلا یکی از دلیل های مختلفی که میگفتم برای اینکه فیزیکال ریلیشنشیپ، یعنی یک کسی رو فیزیکالی ببینی میتونه خیلی فرق بکنه با یه آدم ویرچوال، همینه. اون فیس تو فیس این پرسون بودن که اون آدم هر کامیت کرده این که آره آقا this is our time together versus وقت دیگه ای که داری کامپیت میکنی. من خودم به شخصه به عنوان اون آدم بیشوری که خیلی بده توی مسیج جواب دادن و این حرفا، خیلی وقتا برای خودم اتفاق افتاد که یه کسی مسیج داده به خودم گفتم آقا من امشب این کارو تمام بکنم میرم الان جواب اینو میدم و یادم رفت. So many times. و I feel so bad about it به خاطر اینکه it's not that I don't want to spend that time to answer them، ولی I just was really bad at managing all those different things که داشتن برای اتنشنم در از با هم دعوا می‌کردن. آره. و تا وقتی که رفتم توی رابطه جدی که اون موقع I was on my phone 24/7. یعنی با من یه آدمی که تا قبل اون هیچ وقت موبایلش همراهش نبود، نخند، تا یه آدمی که بعد اون همیشه موبایلش دستش بود، خیلی آدم عوضی شده بودم و بعدش هم دوباره عوضی شده بودی؟ عوض شده بودم همینطوری. عوضی شده بودم. That's a different topic for another day. ولی آره میخواستم بدم شما تا حالا برای خودتون احساس کردین یه چنین کامپتیشنی؟ 100%. مخصوصا امروز که با تو همه چی توی اسپیس آنلاینه و بدتر از اون کارم هایبرید شده و کارهای ما هم همه کووید آنلاینه و کوویده همه رو ابلایجد کرد که اصلا تو اون مسیر قرار بگیره. یعنی یه نجار حواسش رو چوب و ایناست یه دونه مثلا، ولی کار ما همش تو آنلاینه. برای همین یه موقع شده که مثلا سر کار واقعا میگم من مثلا بابا زنگ میزنه از سفر و اینا با هم صحبت کنیم، من مثلا نمیتونم تو جلسم یا توی کاریم اینو میذارم، مثلا من یه موقع تو بریک ها میام مسیجامو سری چک میکنم، جواب همه رو میدم و دوباره میذارم زمین، دوباره میگم سر کار. مثلا روز شلوغ مثلا یه نوتیس کردم ساعت 5 بعد از تازه مثلا من موبایلم بعدشم ببینم که چه خبره. دقیقاً. برای همین خیلی موقع شده و مثلا یه موقع وقتم یه موقع انرژی هم هست، یعنی من وقت دارم جواب بدم ولی حالشو ندارم، مثلا منتال کپاسیتی که بخوام جواب اینو بدم ندارم. یه قسمت بزرگش همونه واقعا. آره شده، خیلی شده من مسیج رو ببینم ولی واقعا انرژی اینو نداشتم که جواب بدم. آره بعد مثلا شاید یه چیز سیمپلی هم مثلا شاید ازت چیزی درخواستم نکرده طرفا نه ولی نمیدونم یه منتال کپاسیتی میخواد طرفی که واقعا برام خیلی مهمه، خیلی دوستش دارم. مثلا اگه اینجا بود 5 ساعت باش میشستم صحبت میکردم ولی اون مسیج یه انرژی دیگه ای از من میخواد بگیره. آره اگه بهم زنگ میزد خیلی فرق میکرد. آره it is almost if it's text it's almost permissible to postpone it. آره همون حق به خودت میکنه که اجازه اینو داره. It's okay. It's not that important. زنگ میزنه I have to answer you right now. البته که آدمای هم هستن کلا جواب گوششون نمیدن. اون یه ایده دیگه. کیو نگاه میکنه؟ نه از ماها نیست، کلا گفتم مثلا کسی خاصی من از ماها موافقم. من خودم در این زمینه واقعا بدم. من ببین یه زمانی بودش که یادم بچه‌ها میگفتن مثلا از این بازی‌ها بود مود شده بود که میگن آقا if you call someone if they don't respond we'll give you like $1,000,000. همه دوستان میگفتن به امید زنگ بزن. هیچ وقت موبایلم نمیدونم من به کی زنگ میزنم اگه بخوام میام چیکار کنم یادم نمیاد. Honestly I don't have anyone who wouldn't pick up the phone. Yeah I don't have anyone who wouldn't pick up the phone if I called them. ولی بخوام بگم جواب میده شما هستید. خدا رو شکر.
آقا برای اینکه رپ اپ بکنم یه سری فقط چیزو می‌خواستم بگم. گفتم قبل اینکه موضوع رو ببندم خوبه که یه سری ادوایس تورم بگیم، به خاطر اینکه در مورد فرندشیپ امید فقید نه، چون در مورد فرندشیپ صحبت کردیم، در مورد اهمیتش صحبت کردیم، در مورد چالش دنیای امروز که داره چقدر واسه خود همین فرند داشتن و اون ولیو و کاست و اینا رو براش گذاشتن و داره واقعا چالش میشه صحبت کردیم. گفتم آقا شاید خوب باشه یه سری advice common ways to find friends هم در موردش فقط سریع بگیم. توی حالا چیزهای مختلف که داشتم میخوندم یه چند تا نکته بودش که هی تکرار میشدن. اولی این بودش که آقا اون نفری باش که مسیج اولو میده برای اینکه مراسم رو ستاپ بکنیم. یه باش دوست داری، چون همیشه برای هممون اتفاق افتاده که آقا تو باش اونی که بگو آقا این شنبه آزادین بریم دوچرخه سواری. اگه جفتتون اینجوری باشید اون ریلیشنشیپ خیلی ساستنه. آره، و همیشه منتظر نباش که یکی دیگه این کارو بکنه. گاهی وقت تو این کارو بکن. همین هفته گذشته ما یه همچین پیگیری کردیم و جواب. بله این هفته هم بله. بعد مثلا یه چیز دیگه هم که میگفتن که خیلی مهم بود این که آقا reach out to those friends who you enjoyed really being around but you haven't talked to in a while. آره و واقعا از ما هست که آدم تو دلش میس میکنه طرفه، ولی خب هم موقعی که میس میکنه یه پیام بده. آره احساس میکنم چون یه مدت پیام ندادی یه بردنی به خودت حس میکنی. آره که من الان مسیج بدم چجوری توضیح بدم این 6 ماهی که مسیج ندادم. It's gonna be harder. In 90% of times جفتتون این حس رو دارید میکنید. آره. So اتفاقا جفتتون اپریشیت میکنید که یکیتون شروع کنه استارت کنه. So آره وقتی که واقعا به قول میگفتش که تا وقتی که طرف یهو برنگره بگه اصلا برگم شو نمیخوام اینجا خودینمت، یا اینکه اصلا بگه who are you، معمولا اصلا یادش میره که یه وقتی گذشته. they're just happy that someone they liked reached out to them. دقیقاً. من رابطه‌ام با دوستای دبیرستان که موو کردن اینجا همینه. مثلا یه دفعه رندوملی like فیس تایم می‌کنیم و رندوملی هر 5 نفر فیس تایمشون رو جواب میدن و رندوملی like we talk for 2 hours and then done. اینقدر خوبه. یکی از پیشنهادهای دیگه هم این بودش که آقا اون جاهایی که دوست دارین، اون جاهایی که آدمایی که دوست دارین فکر میکنن هستن و اینا، show up, go there. بعد یه بار نه، ولی if you go often enough you'll find those people who you like and you want to be friends with. مثال واضحش توی این خیلی امروزه هم چیزه اسپورت کلاب هست، ران کلابز یا اصلا خود جیم، کراس فیتنس ها. آقا اگه یه ورزش چیز خاصی دوست داری برو اونجا. اگه بعد 2 هفته یکی نیومد یا بهت بگه که آقا you come here quite often مثلا. آره ما دوستای حالا نه همسالمون ولی دوستایمون تو جیم چند تا پیدا کردیم ما مرزا. ولی اصلا توی اینا جیمی که میرن یکم اوریج سنی بالای 60 70 ولی خب هممون در مورد ریتایرمنت و هاوزینگ و اینا داریم صحبت می‌کنیم. دقیقاً. Maybe you are that old. و آخرین چیزی هم که می‌خواستم بگم در مورد یه ادوایسی که شنیدم و خیلی خودم خوشم اومد این بود که آقا be you, be open, share who you are with people. به خاطر اینکه وقتی که مردم میفهمن که یه کسی خودشه واقعا، که یه کسی باید افورت بذارن برای اینکه باهاش صحبت کنن، واقعا راحت‌تر از چیزی که فکر می‌کنید مردم میفهمن. خیلی. یعنی من خودم موقعی که فکر کردم دیدم که مردم چقدر فهمیدن و چقدر موقعی که دیدم نفر داره فکر می‌کنم دیدم که چقدر راحت دقیقاً میشه فهمیدش و این خودش خیلی باعث میشه که مردم بیشتر بخوان با تو باشن، وقت با تو بگذرونن. Show up, be the first, don't worry about it. Damn boy. ببین choose me. الان رفت. آره. anyways خلاصه حرف همین بود. اوکی دمشو میگم آقا، واقعا کانتنت فول اومده بود امیدوارم. یعنی عجیب اصلا معمولا از اینجور پادکست ها نمیام بیشتر ازتون سوال میپرسم. آره ولی این دفعه سنگین واقعا. این نوتای من داشت اضافه میشد یا صفحه 4 فایل رسیدم گفتم دیگه یکم خطرناک. اپیزود گفتی که سری استور قسمت دوم داره. آره و قسمت دومش منم قطعا قراره کانتریبیوت کنم. من خیلی بیشتر از اصلا 3 4 تا قسمت دارم که همینطوری به این وصل میشه. آره من خیلی حالا ان شاء الله اپیزود بعدی قسمت بدارم راجع به تاثیرات دوستان و اطرافیان رو در زندگی ما صحبت میکنم. من این اپیزود رو اون اپیزود تمرینیمون رفتم ولی خب پخش نشده دیگه.
بعد دوباره ریدوش کنیم. میخوای همون تمرینی رو پخش کنی؟ نه. اوکی خیلی ممنون. این مدت اپیزود 13 پادکست اکونومی. شما از میتونید ما رو در تمام پادگیرها نمیگم کجا هر جا سرچ کنید میاد گوش بکنید. و اینکه اگر نظری داشتید کامنت داشتید حتما خوشحال میشیم با ما در ارتباط بذارید توی کامنت های این دفعه نگو پیام شخصی بابا بس من بگم مثل آدم خدا توی کامنت های اسپاتیفای یا کست باکس یا اصلا توی اینستاگرام پیجمون با آدرس اکونومی پادکست میتونید کامنت بذارید. اگر هم کاری بیزینس اینکوریز whatever you had به podcast@economy.ca میتونید ایمیل بزنید. ما میریم هفته بعدی برمیگردیم. فعلا خدافظ. همین بود؟ آره همین بود. خدافظ. بیاد بریم بابا قطع کن. شب خوش. خوش و فصلی که دور از هم همه کشو نباشونه دست با دستای با سایه چه رفته خونه با خونه بدو پیشم بدو اینو شما نیشم بدو این آخرین عشقم دوا داره دلریشم خزانه زرده و سالو نوبتی تمامه بهار از راه رسیده زندگی چه جونه خزانه زرده و سالو نوبتی تمامه